نگاه کن. آقا اینو نشون بدید شما. ببین ترموکوب رو نگاه کن. با شعلت فاصله داره. این شعله نمیخوره به این ترموکوب. اول اینو تنظیم کنید، بیارید رو به بالا. ترموکوب رو ببینید شعله وای میسه یا نه. شعله وای نایستاد، شما میرید یه ترموکوب نو میگیرید و جایگزین میکنید، وای نمیسه. ولی این یکی رو نگاه کن. الان اینو نگاه کن. خب نگاه کن، ترموکوب رو شما مشاهده کنید، قشنگ شعله داره میخوره به ترموکوب. پس این نگه میداره. ببین ول کردم بولمو نگه داشت. چیکار میکنید؟ میایید اینا رو برمی‌دارید به این صورت. میتونید با پیچ‌گوشتی هم انجام بدید. اینا رو به این صورت باز کنید. همه پیچا رو باز میکنه از روی اجاق گاز. یه پایین‌تره، شما بیارید بالا اینا. مشکل نداره. یه مهره هم برمی‌دارید. ببین اینو به این صورت میذارید شما اینجا. چرا؟ چون بالا نمیاد. اینا دو مهره‌ای نیستن. بعضی هستن دو مهره‌ای، هم میتونی از پایین مهرهشو باز کنی بیاری بالا. این یه مهره بالا میخوره، مهره بالا رو شما باز میکنید، اینو به این صورت قرار میدید که شما وقتی اینو انداختید به این صورت خب روشنش میکنید با فندک. نگاه کن، تستش میکنید. ببینید این الان میخوره به ترموکوب. نگه میداره یه 10 ثانیه 20 ثانیه نگه میداره، ول میکنه. ببین روشن بود، دیگه خاموش نشد. یعنی ترموکوب شما ضعیف هم نشده. تا جایی که میتونید تعمیر کنید، نه تعویض. تمام. دست درد. سیف میکنی. این سرشوده هات میاد بالا. اینم به این صورت. همین اجاق گاز فردار دیگه. اینم کار تموم شد. فقط شعله وسط دیدید روشن نمیشد. ترموکوب رو آوردم بالا، این 4 تا شعله دیگه روشن میشد و ما باز کردیم که 2-3 دقیقه هم کار کنه. شعله‌های بغل هم همینجوری تست کنیم. تمام.